وای 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 ببینید بخش مورد علاقه من این موتوره که در واقع موتور برقی 1800 درهم بوده. الان این موتور برقی 1800 درهمی رو الان به شما میدن 1100 درهم، 700 درهم تخفیف، 20 میلیون تومان تفاوت قیمت. کجا؟ سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رامینم و در ابتدای ویدیو می‌خواستم این نکته رو حتما بگم. خوشحال میشم اگر که کانال منو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین و اگر نظر دارین حتما توی کامنت برای من بنویسین. امروز اومدیم چی میگه دوستمون؟ اومدیم توی القریر فروشگاه نستو و می‌خواستم توضیح بدم کلاً. ببینید دوستان، شما برای خرید کردن علیرغم مخصوصاً برای خرید عمده علیرغم خیلی از موقعیت‌هایی که دارین، مثلا توی فریزون میتونین خرید کنین از شرکت‌ها، ولی خب در تعداد خیلی بالا هستش، یا حالا انبارهای شارژی که اونجا کیلویی میفروشن و خیلی اوقات استوک هستش، و همچنین لوکال مارکت. یکی از گزینه‌هایی که خیلی منطقیه خرید از شعبات نستو، کرفور توی خود لوکال مارکته که حالا می‌خوایم بریم با همدیگه با جزئیات ببینیم قیمت‌ها رو و اختلاف قیمتی و تخفیف‌هایی که خورده می‌شود با همدیگه بررسیشون بکنیم. من خیلی اتفاقی اومدم و ببینیم با همدیگه قیمت‌ها رو مقایسه داشته باشیم با مارکت ایران. بنابراین خوشحال میشم که تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بله، می‌بینیم مثلا من الان اومدم در بعد ورود شعبه یعنی بخش لوازم خانگی. حالا برای مثلا میگم خب یک برندی که بیشترم معروف باشه، مثلا این یخچال جیپاس. این یخچال جیپاس در واقع در شروع 1800 درهم بود، الان شده 1600 درهم تو فروشگاه نستو، یعنی 200 درهم به مراتب 6 میلیون تومان اینجا تخفیف خورده میشه و قیمت هم همینه. حالا اگر که بخواین برای تکی، حالا اگر که بخواین در تعداد خریداری بکنین، میتونین که از عرض کنم خدمتتون که فریزون قیمت‌های منطقی تر رو از خود شرکت مبدأ و شرکت مادر خریداری بکنین. می‌بینین که حجم و تنوع محصولات خیلی زیاده. یعنی اینجا ساعت دارن، بر فرض مثال میگم توی بخش اکسسوری اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم، این ساعت‌ها هر کدومش فقط 9 و حالا 99 کوچیک نوشته مثل میوه فروشی‌های توی ایران، اما قیمتاشون خیلی قیمتای منطقیه. یعنی دونه 10 درهم و این قیمت واقعا کف قیمتیه که برای یک کالای نو خیالتون هم راحت، گارانتی داره و سالم هم هست و میتونیم به راحتی خرید بکنیم. یا حتی مثلا این ساعت ها اینا 29 درهمه، اینا همشون از 10 درهم شروع میشه کارا و خب این در نوع خودش خیلی آپشن مناسبی هستش برای خرید و حتی تکی هم بخواید میتونید خریداری کنید. همه چی هم پیدا میشه، یعنی واقعا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجاست. حالا اینجا مثلا این پارت 25% آف خورده، از 550 درهم شده 400 درهم، یعنی 12 میلیون تومان. همه این ماشینایی، این موتورهایی که در واقع حالا ماشینم دارم، برای میگفتم توی ایران من نمیدونم قیمتشون چقدره. یا این پارت اسباب بازی‌ها، واو واو واو، ببینین تو رو خدا این اسباب بازی‌ها رو ببینین، همه اینا آف خورده ها، 70-80 درهم، 50 درهم، 40 درهم. شما حجم و کوالیتی و کیفیت رو ببینید. و این در واقع عروسک‌های لبوبو که میدونم خیلی فیمسه و خیلی الان ترنده. حالا مثلا این عروسک چقدره؟ این عروسک قیمت نداره، چرا؟ آها، این مثلا 34 درهمه. این گربه خوشمزه و توپالی که اینجا هست این 34 درهمه. قیمتش به نظر من منطقیه، یعنی توی مارکت هم همینه قیمت. جا پیدا میشه آخه، کجا این قیمت پیدا میشه؟ هر محصولی که فکرشو بکنین اینجا پیدا میشه، هر محصولی که فکرشو بکنین. یعنی از دنیای ساعت گرفته
ها مواد غذایی و گجت و اکسسوری و پوشاک و ETC. ببینید دوستان، این ساعت ها رو من به جرئت بهتون میگم، این ساعت هایی که الان 29 درهم بوده و شده 14 درهم، اینا توی مارکت کمتر از 30 درهم نیست و برای همینه که من اینقدر پیشنهاد میدم. خلاصه اگر که دنبال یک خرید مطمئن هستین و در تعداد خیلی بالا و به صورت کانتینری هم نیست، به نظر من اینجا بهترین آپشنه. میبینیم که این بخش هم بخش بگاست، همونطور که می‌بینید برگ‌های مختلف رو گذاشتن با تعداد، یعنی با طرح‌های خیلی جذاب و خب شما میتونید خرید بکنید با قیمت‌های خیلی منطقی. فقط کافیه اگر که دوست داشته باشین از طریق لینکی که توی بایو این پیج اینستاگرام هست با ما در ارتباط باشید. اینم بخش پوشاکش که می‌بینین همشون شامل تخفیف 25% شدن و قیمتاشون خیلی منطقیه. پوشاک زنون و مردونه هم پارت آخری فروشگاه هست و اینا که 70% آف خورده، اینا 70% آف خورده با کوالیتی بسیار بالا و به راحتی میتونین خرید بکنین. این تیشرت های ورزشی با کیفیت خیلی بالا فقط 10 درهمه، یعنی همینو قشنگ توی ایران فکر کنم 1 تومن هست، یعنی قشنگ شما با 400% تخفیف فکر کنم بتونیم بفروشیم. من الان قیمت مارکت ایران رو ندارم ولی میدونم که قیمت ها خیلی منطقیه. اینه که در خصوص قدرت خرید در امارات متحده عربی ما صحبت میکنیم، دقیقا منظورشون اینه. بخش بالای مارکت، این طبقه دوم، بیشتر فضای تکنولوژی و گجت و اکسسوری و لوازم خانگیه. بخش پایین که میایم همونطور که میبینیم میریم سراغ مواد غذایی و دیگر محصولات. خودتون میتونین به راحتی با قیمت ایران یک مقایسه بکنیم. مثلا این پرینگلز ها 11 درهم بوده الان شده 5 درهم، یا کیت کت ها رو میبینین که همشون 4 درهمی هن و دیگر محصولاتی که راحتی قابل سفارش هستن. به زودی میریم سراغ مارکت های دیگه، با دقت و جزئیات بررسیشون میکنیم. جبل علی میریم، شارجه میریم، فریزون میریم. البته من خیلی توضیحات دادم در خصوص فریزون که توی پیج اینستاگرام هم هست و اینکه خوشحال میشم اگر که چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری دارین حتما توی کامنت ها برای من بنویسید و من بگید که دوست دارین در چه فضا و در چه حوزه‌ای این محتواها تولید بشه.